نان جوی رژیمی انقدر خوشمزه است که دلت میخواد همشو یه نفس بخوری. یه نون باید خوش عطر و خوش طعم و خوش بافت باشه. نون جو تمام این خصوصیت ها رو داره. بریم با هم بسازیمش. اگه حاضری این قلب پایین رو برام خوش رنگش کن، نظرت هم برام کامنت کن. همه موادی که داخل کپسول براتون نوشتم با هم دیگه مخلوط کنید. بعد از اینکه 5 دقیقه ورز خورد روغن رو بهش اضافه کنید و برسید به این تست کشش جذاب. خب حالا ضربه و تا چونه استراحت. خب بعد از اینکه حسابی استراحت کرد و توپل مپل شد، حالا به 2 قسمت تقسیمش کنید و هر قسمت رو چونه کنید و بذارید بره برای استراحت میانی. بازم مرسی که از پیج من حمایت میکنی و این پست رو برای دوستات میفرستی. خب بعد از استراحت روی کاغذ نسوس کامل باز کنید، یه دایره خوشگل و از این موادی که داخل کپسول براتون نوشتم روش بریزید، آب اسپری کنید و بذارید بره برای استراحت آخر. بعد از استراحت آخر دستتون رو خیس کنید و روی خمیرتون کمی شکل بندازید. حالا بره داخل فر از قبل گرم شده و دیگه تمام.